میزنی؟ کشتی منو. چیکار داری؟ یه ساعت من منتظرم اینجا. موهاتو چرا رنگ کردی؟ سریع هم بزن این استا. ها دیدی یا لایکم نکردی پس. تو خودت واسه چی رنگ می‌کنی؟ 10 بار گفتم این فابریک روش بوده. حالا به دنیا اومدم فابریک روش بوده. حالا اینا رو اومدی اینا رو بگی تازه. لاک این انگیزه چرا قایمش کن نبینم. کار فورد این بود. واسه این همه کار من کشوندی بیرون. چی میگی؟ قهر نکن. حالا یه چیزی کن. نرو کارت دارم دیوونه. داره میره. آخه من میخوام بدونم تو چی کارمی هستن. بابامی، شوهرمی، داداشمی کیه منی آخه؟ آره دیگه راست میگی. من چیکارتم اصلا خوب شو یادم انداخت. خب به کار جای. بیا اینجا بابا بیا اینجا واسه من نه جدی وقت نداری برو. به خودم خواستم برم. بیا اینجا. یعنی چی آخه؟ ببین کار من یه جوریه. من اصلا با 100 نفر سر کله میزنم. باید به خودم برسم. بعد به خودت برسی. کار قد بود نگفتم آژانس به در تو نمیخوره. آره نه که کارم ریخته همه جا. باید به خودم برسم. یه بلیت دیگه میخوای بدی دست من؟ ببین قور بزنی از فردا اینطوری میرم سر کار ببینم خوشت میاد یا نه. بخشی تاریخ پروازتون کی باشه؟ بله بفرمایید. اینجا نیستین؟ اینجایین؟ خب اینجوری برم؟ مردمو نبینن. آره. دیوونه. حالا میگی چی کار داری من برگردم سر کارم؟ برگرد وسایلتو جمع کن بریم دیر شد بدو. کجا بریم؟ اصلا حواست نیست امروز چندمه؟ 26ام. مهر رو بکن چند اکتبره؟ 18 اکتبر ها. چه یادم رفته بود. بله دیگه همینه. اکتبر هم میکنی استادون اکتبره. یکی فرقای بلدی. برو بقیه امروز مرخصی بگیم یعنی ثبت نام کنیم تموم شه بریم. اوکی یعنی. مواظب باش. برو. چته؟ ببین منو اینو نیدی. کسی کاری با کارمون نداشته باشه راحت زندگی کنی با آرامش. تو بله بهتری که تو رو گفت زود خودت میندازی وسط. تو بشین یه گوشه فقط نگاه کن. تو کردی الکی همه نشستن منتظرن تو بیاد. قانون داره قواعد داره انسان داره. قد تو بلند باشه دیگه همینجوری که نمیشه. دلشون هم بخواد بله تو این مملکت آدمای مثل تو هستن ما جایی پیشرفت نداریم. خدای خیلی باحاله دیگه. فکرشو بکن. فکر کن ملبوسای مختلف میونه هواداراتی. کلی عکاس از همه طرف دارن ازت عکس میگیرن. یکی مراقب لباسته، بادیگاردات راهو برات باز میکنن. کلی آدم وایسادن فقط واسه اینکه یه امضا از تو بگیرن. یکی از اون میگه عذر میخوام خانم میتونم باهاتون یه سلفی بگیرم؟ نه خیلی نمیشه من که هیز چش دریده. میفهمی زنم یا آخری؟ گم شو ببینم. برو ببینم. ایشور. فارسی میخوای باشون حرف بزنی تو؟ خارجی یا نه؟ خارجی حرف میزنم مشکل نداره. اتفاقمه. اوی. ابون. ابی اتفاقمه. ارستسون. اتفاق. فهمیدی؟ حالا انگار الان مشکلی نداره هر زبانی خواستی اوکیه. تو اول ببین اصلا رفتنی میشیم ما. رمز این چی بود؟ بدش من. تو چرا رمز تبلیغ رو عوض می‌کنی؟ بابا عوض نکردم که همین هفت خارجی دیگه بیا باز شد. چته؟ تو رمز گوشی من نمیدونی؟ تو هم عوض کن. ولی بهم بگو چیه. چه پرو. بیا بشینم این تبلت رو چک کنم اینجوری نمیشه. چک کن من چیز قایمکی ندارم. هر کاری دوست داری بکن. خودم تموم نشد گشنمه بوده دیگه. نه بابا. کاش میگفتی من صبح لپتاپم میآوردم. اصلا با تبلت نمیشه. یه ساعت دارم میزنم ثبت نه ثبت نکن بابا میخوام ببینم قبلش اشتباه میزنی دوباره. چی تو میخوای ببینی؟ الان تو مگه انگلیسی بلدی؟ آره نه دیگه. اسم و آدرسمو که میتونم بخونم. بیا امیرعلی وارد میگم امیرعلی. بله. اگه اسمت در اومد یه وقت منو قال نذاری تنها بری. دیوونه ای به خدا منو نمیدونی تو. چی را؟ نمیفهمی فایده نداره. بگی دیگه. بیشوری. بیا ثبتش کن درسته. ببینیم امسال چی میشه. بدو گشنمه. چی گوش میدی تو همین؟ یه ببین چی تبلیغ پیدا کردم. چی پیدا کردی بیچاره شدن؟ یه ساندویچ بخور اول. بذار کنار اینو به اعصابت مسلط باش. چی گوش بدیم؟ بده من. حد سوزه. کجا باید برم یه دنیا خاطرت تو رو یادم نیاره. کجا باید برم که یک شب فکر تو
منو راحت بذاره. چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره. محاله مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره.